آقا من قیمت دستگاه CNC گرفتم از شما ارزون تره، یه دلیل بیار چرا از شما بخرم؟ یه دلیل که کمه، چند تا دلیل برات میارم. دلیل اول، شاسی دستگاه یه قسمت فوق‌العاده مهمی از کیفیت دستگاه شما مربوط به این شاسیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این شاسی اگه اینجوری شبکه سازی نشده باشه و مهندسی نباشه، باعث میشه این دستگاه شما لرزش داشته باشه و کیفیت کارتون رو بیاره پایین و توی کار بهتون خطا بده. دلیل دوم، مکانیک دستگاه که اینم فوق‌العاده توی کیفیت کارتون تاثیرگذاره. حالا چرا؟ ببینید این قسمتی که روی واگن‌های دستگاه بسته شده تماماً کفتراش شده. این باعث میشه که دستگاه شما دقت کافی رو توی کار داشته باشه. نکته مهمتر، ریل و دندشونه دستگاه که تمومش قسمت‌های زیری که ریل و دندشونه بسته شده با CNC دروازه‌ای تراش خورده. یه نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره، قطعاتیه که روی این دستگاه به کار میره. ببینید قطعاتی که روی دستگاه CNC ما به کار میره از بهترین قطعات وارداتیه، از جمله کنترلرش که DSP ریچ آتو B11 به روزترین ورژنشه و دیگه کنترلریه که امتحان خودشو پس داده، از جمله اسپیندلش و موتورایی که توی دستگاه استفاده میشه. اینا تمومش توی کیفیت دستگاه و قیمت دستگاه تاثیرگذاره. حالا بگید ببینم با این تفاصیل انتخاب شما کدومه؟ یه دستگاه بی‌کیفیت که فقط قیمت مناسبی داره، یا یه دستگاه همه چی تموم که سالیان سال بی دغدغه بهت کار میده؟ برای ارتباط بیشتر با ما فقط کافیه که به ما دایرکت بدید.